یک شب به فکرم آمد که همچون ناشناس امتحانش کنم. بازی خطرناک بود برای من، اما به ریسکش میارزید. سلام. سلام. نشناختم. نمیشناسی؟ میخواهم شناس شویم. خود به خود التجا میکردم که دیگر پیام نفرستد. آخر ما قول داده بودیم که هیچ کسی بین ما نمیدراید. خوب، اما خودتان رو معرفی کنید. نوشتم و نوشت. ساعتها برایم گفت از تنهاییش، از گذشتهش که به قول پاک بود. از آدمها نالید، از عشقهای امروزه نالید. گفت تا حال عشقم را نیافتم و میخواهم شخصی پیدا شود که تواند مرا از تنهایی برآورد. از رقم خودم پیام دادم. جواب نداد، اما برای بیگانه حاضر بود که جانش را بدهد. عجیب این بود که خبر اسیرکار بودنش نبود. عجیب این بود که دیگر مادرش بیدار بودنش را نمیفهمید. عجیب بود، همه چیز عجیب بود. بعد از سالها مرا باید بیگانه عوض کرد که آن بیگانه خودم بودم. گاهی وقتا در زندگی باید بیگانه شویم، چون آدمان بیگانگان و بیگانه پرستی را دوست می‌دارند. میدونی چه دوستانم؟ اون میگفت که من تو را تا آخر دوست میدارم. اون میگفت که من تا آخر با تو میمانم. اما من حالا در آخرش هستم. اما اون نیست. ما نیز دوستانمون چشم یاری داشتیم، بیزادتر از آن بودن که میپنداشتیم. باور کنید همش رو یکی است. برادرت هستم، رفیقت هستم، در برت هستم، دوستت میدارم، عشق منی، جانی منی، همش دروغ است. با دنیا و با آدمان دنیا دل نبندید. آخر این سخنها میدونید در کجاست؟ آخر این سخنها در قبرستان است. همان هم زیاد 2 ماه به سر قبرت میآیند و برای همیشگی فراموش میشوی. بله، فراموش میشوی. این است رسم روزگار.